سلام دوستای عزیزم، امروز با آموزش این جوجه در خدمتتون هستیم. شروع کنیم بافتو. 3 تا زنجیره میزنیم. البته نخ مخمل باید بسوزونید. از زنجیره دوم شروع به بافت میکنیم. 6 تا پایه کوتاه تو زنجیره دوم میزنیم. 3 4 5 6 تا پایه کوتاه میزنیم. به اولی بست میزنیم. ردیف دوم یه زنجیره میزنیم، یه تک میگفیم، یه افزایش، یه تک، یه افزایش. میریم ردیف دوم. تو همه خونه ها افزایشی داریم. پایه هامون میرسه به 12 تا دونه. 12 دونه رو میبافیم. 12 دونه رو که بافتیم به اول بافت بست میزنیم. دوباره یه زنجیره. ردیف بعدی یه تک، یه افزایش داریم. اولی تک، دومی افزایشی. دونه هم این ردیف میرسه به 18 تا دونه. ردیف سوم رو گفتیم. حالا ردیف 4 یه زنجیره میزنیم. این ردیف 2 تک، یه افزایش. دونه هم میرسه به 24 دونه. 2 تک میگفیم و یه افزایش. همین رو ادامه میدیم تا آخر. ردیف بعدی 3 تک، یه افزایش. دونه هم میرسه به 30 تا. دوستان رسیدیم به ردیف 6. این ردیف 4 تک، یه افزایش. دوباره 4 تک، یه افزایش. همین ادامه میدیم تا آخر. ردیف 7 کلا ساده بافیه. رو هر پایه یه دونه میزنیم. ردیف 8 5 تک، یه افزایش. ردیف 9 رسیدیم. ردیف 9 تا 11 ساده بافی میکنیم. یعنی رو هر پایه یه دونه میزنیم. 3 ردیف ساده بافی. 3 ردیف ساده بافی کردیم. رسیدیم ردیف 12. ردیف 12 6 تک، یه افزایش. همین رو ادامه میدیم تا آخر. رسیدیم ردیف 13 13 14 و 15 رو دوباره ساده بافی میکنیم. 3 ردیف ساده بافی کنیم. رسیدیم ردیف 16 7 تک، یه افزایش. 7 تا تک میبافیم، یه افزایشی. همین ترتیب این ردیف رو میبافیم. ردیف 17 18 19 3 ردیف ساده بافی انجام میدیم. روی هر دونه یه دونه میزنیم. رسیدیم ردیف 20. از این ردیف بعد کاهشی انجام میدیم. 4 تک میبافیم، یه کاهش. کلا 9 بار کاهش انجام میدیم تو این ردیف که پایه هامون میرسه به 45 تا. رسیدیم ردیف 21. 3 تک، کاهش. 9 بار 3 تک، یه کاهش رو میبافیم. دونه هامون میرسه به 36 تا. ردیف 22 2 تک، یه دونه کاهش. 9 بار اینو انجام میدیم. دونه هامون میرسه به 27 تا دونه. ردیف آخر سر یه تک، یه کاهش. همین رو ادامه میدیم. دونه هامون میرسه به 18 تا دونه. داخلش رو پر میکنیم.